تجربه ثابت کرده که اکثر روابط عاشقانه بازیگرا سر صحنه فیلمبرداری سریالا شروع میشه. اما بین اونا هم هستن بازیگرایی که ماجراهای آشنایی باحالی دارن. درسته که بعضی از این روابط عاشقانه الان دیگه وجود ندارن، اما خیلی از این عشق‌ها هم همچنان ادامه داره. پس برای دونستن اونا همین حالا عضو کانال لنز بشین و با یه ویدیوی باحال همراه ما باشین. شماره 1. اسماعیل دمیرجی و هانده سورال. برای اسماعیل و هانده همه چیز از بودروم شروع شد. هر دو به طور اتفاقی و همزمان تعطیلات خودشون رو در بودروم میگذروندن که همو دیدن و یه نگاهشون برای مدت طولانی به هم گره خورد. بعد از اون اسماعیل به بهونه فندک به هانده نزدیک میشه و ازش میپرسه فندک داری؟ اونم در جوابش میگه میدونی درخواست فندک واقعا ترفند بدیه؟ اسماعیل هم 2 تا فندک از جیبش در میاره و میگه والا ترفند دیگه واسه سر صحبت باز کردن به ذهنم نرسید. اما این پایان ماجرا نبود، چون یه هفته بعد تقدیر اونا رو توی آلاچاتی دوباره با هم روبرو کرد. در آخرین روز سفر اسماعیل در آلاچاتی، هانده به آلاچاتی و همون هتل محل اقامت اسماعیل میره. اما اسماعیل که قصد برگشت از آلاچاتی رو داشت، با تأخیر 5 ساعته پروازش روبرو میشه و اینو به عنوان یه نشونه میبینه و از برگشتن منصرف میشه و به هتل برمیگرده. این دفعه دیگه این زوج با هم از تعطیلات برگشتن و در نهایت بعد از حدود 2 سال و نیم رابطه عاشقانه در 14 اکتبر سال 2017 با هم ازدواج کردند. شماره 2. انگین آلتان دوزیاتان و نسیان آلکوچلار. این زوج برای اولین بار همدیگر رو در یه مهمونی ملاقات کردن و با هم شروع به گپ زدن کردن. اما انگین با رفتار سردی که از خودش نشون داد، توجه نسلیهان رو خیلی به خودش جلب کرد، تا جایی که نسلیهان به دوستش گفت من با این مرد ازدواج میکنم، حالا ببین. و اینجوری شد که اونا 1 ماه بعد با سر راه هم قرار گرفتن و بعد از اون شروع کردن به رد و بدل کردن پیام و بعد از 2 ماه نسلیان انگین و یه دل نه 100 دل عاشق خودش کرد و در سال 2014 هم با هم ازدواج کردن. شماره 3. بورجو بیریجیک و امره یتگین. بورجو و امره برای اولین بار همدیگر رو سر صحنه فیلمبرداری سریال دوستمان کاردسلر دیدن. امره آشنای پارتنر بورجو در این سریال یعنی مراد اکن بود، پس گاهی به سر ست اونا میرفت. اما بین اون و بورجو که هر دو اون موقع در رابطه عاشقانه با اشخاص دیگه بودن، تنها حرفی که رد و بدل میشد سلام بود. تا اینکه بعد از 2 سال امره از مراد میشنوه که رابطه عاشقانه بورجو به تازگی تموم شده و دست بر قضا اون موقع کسی هم توی زندگی امره وجود نداشت. پس امره بلافاصله وارد عمل شد و یه شب اونا با هم ملاقات کردن و رابطهشون از همون موقع شروع شد و در سال 2016 هم به ازدواج ختم شد. شماره 4. آنیل آلتان و پلین آکیل. این زوج بازیگر که خیلی هم شوخ و بامزه‌اند، سالها قبل با هم در یه سریال بازی کردن، اما عشق اونا مدت‌ها بعد از اون شروع شد. اونا مدت‌ها از هم خبری نداشتن و با هم در ارتباط نبودن تا اینکه ویدیوهای خنده‌دار همدیگر رو در شبکه‌های اجتماعی دیدن و نتونستن در برابر اونا سکوت کنن. آنیل میگه همون موقع بود که فهمیدم پلین چقدر باهوش و بامزه است و حس شوخ طبعی ما چقدر به هم نزدیکه و این جرقه‌ای بود برای شروع عشق این زوج. آنیل و پلین در سال 2019 با هم ازدواج کردن و حالا صاحب یه دوقلو خوشگل و با نمک هستن و همچنان ویدیوهای این زوج در شبکه‌های اجتماعی کلی طرفدار داره. برای دیدن ادامه این ویدیو همین حالا روی دکمه عضویت کانال لنز بزن و با ما همراه باش. شماره 5. شوال سانگ و متین تکین. شوال 14 سال بیشتر نداشت که از طرف مدرسه برای مصاحبه با بازیکن معروف فوتبال تیم بشیکتاش متین تکین انتخاب شد. آخه خود شوال طرفدار 2 آتیشه این تیم بود. در بین مصاحبه شوال از اون میپرسه که به ازدواج فکر میکنی؟ متین هم به این سوال جواب منفی میده. مدتی بعد شوال اونو به شام دعوت میکنه، اما متین در جوابش میگه وقتی بزرگ شدی میریم.
چند سال بعد این زوج دوباره با هم ملاقات کردن و این دفعه با هم وارد یه رابطه جدی شدن که خیلی زود در سال 1993 به ازدواج ختم شد. اما این ازدواج به همون سرعت هم در سال 1999 با وجود یه پسر به طلاق کشیده شد. شماره 6. نسلیهان آتاگل و کادیر دولو. نسلیهان و کادیر اولین بار همدیگر رو سر صحنه سریال فاتح حربیه دیدن و کادیر در همون نگاه اول عشق نسلیهان شد. کادیر میگه وقتی نسلیهان اومد من فقط یه جفت چشم دیدم. خیلی خوشگل و معصوم نگاه میکرد و همون لحظه عقل از سرم برد. البته جریان پیشنهاد ازدواج کادیر به نسلیهان هم یه داستان جالب داره. کادیر همه عزیزانشون رو به خونش دعوت میکنه و اونا رو توی باغ قایم میکنه. نسلیهان رو هم بیخبر از این سورپرایز به خونش دعوت میکنه. وقتی نسلیهان وارد خونه میشه با یادداشتایی روبرو میشه که اونو در نهایت به باغ هدایت میکنن و نسلیهان با دیدن عزیزانش در باغ کلی سورپرایز میشه. اما سورپرایز اصلی با خواستگاری کادیر از اون در همون لحظه رقم میخوره. و حالا این زوج سالهاست که عاشقانه در کنار همن. شماره 7. بلچین بیلگین و ییلماز اردوان. بلچین که 15 سال از ییلماز کوچیک‌تره از طریق یکی از دوستاش به ییلماز معرفی میشه تا از اون در مورد بازیگری مشاوره بگیره. اما ییلماز که خیلی تحت تاثیر بلچین قرار گرفته همون موقع در بین مشاورش بهش میگه من با تو ازدواج میکنم و با زدن این حرف میخنده. بلچین اون موقع این حرف رو جدی نمیگیره اما مدت‌ها میگذره و ییلماز واقعا بهش پیشنهاد ازدواج میده و نشون میده که حرفش رو فراموش نکرده. این زوج سال 2006 ازدواج کردن اما سال 2018 جدا شدن. شماره 8. آسنا توآل و شاهین ایرماک. شاهین ایرماک برای اولین بار آسنا رو توی تلویزیون میبینه و در مورد احساس اون لحظهش میگه اون خیلی زیبا و باحال به نظر میرسید و منو خیلی تحت تاثیر قرار داد. پس همون موقع توی دلش گفت که ای کاش این دختر با من رابطه عاشقانه داشت. البته خیلی زود همینطورم شد چون اونا از طریق دوستای مشترکشون با هم آشنا شدن و در سال 2018 با هم ازدواج کردن. شماره 9. مصطفی سندل و امینا یاهوویچ. مصطفی خواننده معروف ترکیه معتقده کسی نمیتونه دنبال عشق باشه بلکه عشق خودش آدم‌ها رو دعوت میکنه و این مصداق جریان آشنایی مصطفی و همسر سابقشه. این زوج خواننده برای اولین بار در بودروم همدیگر رو ملاقات کردن. به این صورت که اون به اصرار دوستاش برای کنسرت بودرومش از 2 روز قبل به اونجا رفت و در حالی که به دنبال یه مکانی برای لنگر انداختن قایق خودش میگشت چشمش به امینا خورد و دیگه نتونست چشم ازش برداره و حسابی تحت تاثیر اون قرار گرفت. اینجوری شد که این زوج همون شب با هم به صرف شام رفتن و خیلی زود کارشون به ازدواج کشیده شد. اما بعد از 10 سال زندگی مشترک در سال 2018 از هم جدا شدن. خب بگیم ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما دیگه چه بازیگرایی رو میشناسین که داستان آشنایی باحالی دارن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسید و عضویت در کانال لنز رو فراموش نکنید و مثل همیشه با لایک ها و کامنت های زیباتون ما رو حمایت کنید.